ما میتونیم بگوییم که در تاجیکستان تا امروز یگان ساختاری یا که یگانه یگان کینотеатр یا تالاری مدرنی یا که معاصر سینمایی وجود ندارد اصلا. این باعث تاسف است. ولی اون چراغ، اون شمعی که از اون سالهای 1929 مانده بود، ما او را نگاه داشتیم و امید داریم که وقتی گفتم در زمینه پیدایش امکانات استحصال فیلم که در تاجیک فیلم با وجود آمده است تکان بتیه به این ساحه نمایش فیلم ها که تالارهای نوی سینمایی. مثلا در بدخشان دیگر یگان کینотеатр نیست. در خوجند هم چند تا کینотеатری هست که همچون مرکز جوانها و چیزا. ولی مشکل اساسی در نبودن یک ساختار ویژه کینماتوگرافی ملی است. اگر چنین یک ساختار از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شود با نام اگنتی، نمیدونم اداره یا بخش در نزد که شبانه روزی 24 ساعت با کار سینما مشغول باشد، نه فقط با روندهای ملی سینما، داخلی سینما مشغول باشد، بلکه با موافقه کردن روندهای جهانی سینما با سینمای ملی مشغول باشد، در اون وقت ما موفق میشیم. ما ببینیم در شهر دوشنبه در تمام مرکزهای ولایت‌ها صدها کینотеатр بناها میسازیم. در تمام اروپا ما میدونیم که تالارهای سینمایی حتی در داخل بناهایی که انسان‌ها و آدم‌ها زندگی میکنند ساخته میشوند. ما هم این کار کرده میتونیم، فقط یک ساختاری باشد که این کار را راهنمایی کند. خیلی بناها در دوشنبه ساخته شدن، حاضر شما بگذاریم خالی هستند، آشیانه‌های یکم و دویم شان مشتاق خریدار هستند. اگر مثلا یک ساختاری باشد میشود در مدت کوتاه یک پوش، یک تکانی خیلی فراگیر به سینمای تاجیک میتوند رساند که سینمای ما پس کردیم فیلم‌های گوناگون جهانی را بیارد، فیلم‌های خیلی مرغوب و تماشابا بیارد و به وسیله فروختن بلیط جلب کردن تماشابین مبلغ‌های را برای رشد سینمای ملی، برای استحصال فیلم‌های ملی به این وسیله پیدا کنند. ولی متاسفانه ما الان این چیزا نداریم.